نام من احمد است و 40 سال عمر دارم. از منیلای فیلیپین آمدم. من رومن کاتولیک هستم. وقتی که 5 ساله بودم پدرم مرد. مادرم مرا رومن کاتولیک پرورش داد و یک شنبه ها به مکتب می رفتم، یعنی به مکتب یک شنبه می رفتم. کسانی که در کلیسا خدمت میکنند مرا آلتر بای میگفتند. من یک آلتر بای پیش پا افتاده بودم. چیزی که مرا مجذوب اسلام کرد صدای عبادت بود. هر روز من به پارک می رفتم و همیشه از پیش مسجد که در وسط پارک بود تیر می شدم. یک بار روبروی مسجد نشستم و کوشش کردم که ببینم در داخلش چیست. من در آنجا هیچ چیز را ندیدم. در کلیساهای رومن کاتولیک مجسمه های زیادی، نقاشی ها و بت ها می باشد. در آنجا هیچ چیز نبود. پس آنها چرا عبادت میکنند؟ بعد از چند مدت متوجه شدم به طرف راست منبر چیزهای نوشته است. به طرف او دیدم و کوشش کردم که بفهمم. من بسیار کنجکاو بودم. آن چی بود؟ چقدر زیبا بود. من درباره کلمات عربی تحقیق کردم. بعد از آن به یاد گرفتن حروف عربی شروع کردم. همراه مردم گپ می‌زدم و آنها برایم میگفتند که حضرت عیسی قسم به دنیا آمد. با آنها میگفتم که بس کنید، من میفهمم که در دسامبر فلان ماه به دنیا آمد و غیره غیره. من از تمام چیز خبر دارم که چه اتفاق افتاده است. من خبر دارم که چطور به دنیا آمده. شما برای ما تفاوت ها رو بگویید. او چیزهایی که در دین ما هست و در دین شما نیست برای ما توضیح دهید. آنها میگفتند خدا یکی است. من کمی به فکر شدم، به خاطر که ما 3 خدا داریم. پس من با تحقیق شروع کردم و من به خاطر یگانه بودن خدا شوکه شدم که آن در قلبم حس را ایجاد کرد. در 15 جون 2015 با پذیرفتن دین اسلام فکر کردم که روز تولدم است. بزرگترین نگرانی ما پیش از اسلام آوردن خانواده ما بود. زنم، اطفالم و خانواده ما، مادرم، خواهرایم. هر کس می گفت که عقل خود از دست دادم. چرا اسلام را قبول کردی؟ بسیار خطرناک است. مسلمان ها وحشی هستند. آنها یکدیگرشان را میکشند، یکدیگرشان را بمباران میکنند و تو هنوز میخوای مسلمان شوی؟ چی اتفاق افتاده؟ در ذهن خود چی داری؟ به همین خاطر چند مدت را در بر گرفته آنها درک کنند. تمام دوستای خود از دست دادم به خاطر که والدین من در رختخانه های دبی کار میکنند و همونجا زندگی میکنند. و من میخواستم مانع کارهای اونا شوم. به همین خاطر من آنها را از دست دادم. من میخوایم زندگی خود را تغییر بدم. از کاری که در اینجا دارم خوشحال نیستم، به خاطر که با دور شدن از شرابخانه اونا را از دست میتم و از زندگی من میرن. اما خوشحال هستم که در این سفر برادرای جدیدی پیدا کردم. الحمدلله آنها هستند که مرا در اینجا کمک کنند. من شخصی بودم که هر طرف میگفتن میرفتم. اگر میگفتن راه خود را تغییر بدی باز تغییر میدادم. هیچ تصمیم در برابر خود نداشتم. به هر حال دیگرها برای من تصمیم میگرفتن و وقتی که اسلام آوردم به مطالعه شروع کردم. درباره اسلام بعضی چیزها را مطالعه کردم. باز توانایی های خود در جهت گذاری زندگی خود حس کردم و مردم تصامیم مرا میپذیرفتند. وقتی که میگفتم نه باز نبود. هر کاری من که در چهارچوب اسلام نباشد باز او را انجام نمیتم. اصلا دربارش فکر نمیکنم. خواهر من در قطر یگانه کسی است که اسلام آورده است. قلباً اسلام را بپذیرید، به خاطر که محبت واقعی از قلب شروع می شود و کم یا زیادتر از آن انجام ندهید.